بگاه جنازه من از طلبخانه ناحیه آشپزها را دعوت میکنیم تا اینکه برای مهمانان ولایت خوراکی گرم و بارزد آماده کنم. شما علاقه یک چند پدر گروچون راچنالی چه سنده؟ قانونی تنظیم چی میشود؟ رئیس روزی دراز آواز بلند کردم مرده کسی را آباد کردم این کاری آسان است از توی هم وزنی تر است پیشتر ای رحمت پدر خوجینم دیرم برای مردنه برای خوجین سلطان جان باید دیلت کرده نشود باشید بندگی اچھا خورمندی طلا هم که باشه یک دو بار پدرجان بله؟ وای پدرجان و کمتر بلندتر و مردم شنود وای پدرجان به پدر چی شد نکجون استاد جان پدرم در کجویم اکجون اکنون با پیسه گیرا میگیرم اکجان پدر شما استاد مولا زنده بیکار وقتی بیماری یک کاسه آب درازت نکنن وقتی مردن به جنازت نماید یک کف آب به گورت نپرتاید چون این فرزند چی لازم دارد؟ چی لازم؟ راست میگویید فرزند هم هر خیل می شود این خدا رو صد بار شکر کی بچه های ما این خیل نیست پسری استای رحمتی من این خیل نبود انا میبینی سنک عاقبت کار ما هم همین این خیل نگویده دهانتان شمال برن نیتی بد نکنید نیتی بد؟ با من نگاه کن سنک پسری کرانی هست بوری آخری کلمه خبر گرفته بود خیلی 2 ماه شد 7 ماه و 13 روز توبه کردن پسرت بستانچی کی آمده بود؟ الکی 5 ماه می شود پسرت داستان را باشد تنها در تلویزیون میبینی دخترت گلستان چی؟
خانهش در دیهای همسایه یک ساعت رو لیکن با آمدن مایه ملکه 5 ماه می شود یا نادرست میگم زنک این طرفی بچه ها گل نگیر خیر اومده خبر نگیرن که او زنگ زده نیستن کو زنگشون من بسرم میزنم نه این خیلی نمیشن رفتم عوض رو دعوت کن ای وای عوضکه در خونهشون هستم نیستم با تو گفتم که رفتم عوض رو دعوت کن خوب عوضکه یه برمیده اما رو یه اوزاده خرم بالا آها یک کلمه رفت جان چه آمدی نه بیا ناشین گرد دارم عوض تو در حقیقت برایم دوستی عزیز هستی؟ شخمه مامان فادانه تو در حقیقت برایم همسری صادق هستی یگان بلای رخ داده است دیگر با دیگر طرف نمر جواب ده بعد همین قدر سالهای با هم زیستنمون شما از من شبهه میبره ارنده تو چه ها میگویی کدام شبه آیی نبینم این شبه یگان روزنه از من بشگارم اینجا نکنم که یگان روزه که من بشود جانم نگذرده تشکر زنک تشکر من از پروردگار تنها همین را تمنا دارم از گپی من نرنجو بس سوالم جواب ده گپ زن مولان گپ زن گپ همین پگاه جنازه من تو چی گفتی؟ البته یک باره کشیده چی؟ گفتم که پگاه جنازه من یک دهانم شما برده مولان و شوخی هم یک حد و حدود داشتگید من شوخی نمیکنم من جدی میگویم مبود و بیمار نشده باشی سیب پس صحت انا لیکن مردن در کار گپ همین آزهایی برای گریسای جانت درست رو بختر نکرده است کجا تروزه بایی؟ دکتر راجع زنه و دعوت دکتر علاقه ضرورت ندارد تو مورو هم پسر اسقای رحمتی حامد به جنازه پدرش نامدن است علم میکند من هم 3 پسر دارم آنها را کلام کردم خواندم آدم کناندم اگر پگاه مرده مانم و جنازه می آمده باشد بیامانه مولان آی پسری اوستا حامد در امریکا زندگی میکند کلابرم راهش دور شاید شرایطی آمدن نداشت همینم گپ شد گپ را با دیگر طرف نبر تو دوستی صادقم تو خالدانه همسری با وفایم شما یک خواهش مرا اجرا میکنید یا نه مولان دوستم من همین یگان بار گپی تو رو دو کرده بودم گپ زنه نه اول قسم خورید چی؟ توبه قسم؟ چی به همین قسم نمیشه؟ همین قسم خوردن چی لازم آخر؟ اکنون من به یک قسم شما هم نمیارزم ها امانه که حتی کم از نظرم دور شوید از شما هم چی میگی مولان؟ ایستر سخت شوم اگر گفتهتان رو اجرا نکنم تو گپ زن تو دیلم رو خود نکن آخه بخیر است تو هم سخت شما گفته قسم بخورید 4 کتاب دارن اگر گپ از رو دو کنم گپ همین تو ساره خونه و حالی رو آماده کن مهمان بیاید نه میهمان از رو من بسرم میزنم نبرو نبود تو بر وقت خسته با پاچت میروی و به هر 3 بچم تلگرام میفرستی تلگرام؟ تلگرام چی در کار با تلفن هست؟ نه برخیه تلگرام بهتر رسمی فهمم خواهی بعد خیلی فرستاده بعد چی گویم؟ پدرتو مرد
ویرگول به جنازه رسیده بیاید نقطه. تو آخر در جایش کلمرا آدم سالم اگر به فرزندان نمیگه بلکه میفرستد. برو نکنید بندت جون بچه ها را ترسونید. ای کلم رو کافرما ای کلمرا از نیتتون برگرده. میبینم که در این خاندان که من نه قدر دارد و نه قیمت. من رفتم جامم کجاست؟ سلام را براباشه برآمدم میروم. جایی میروم که نه فرزندان نه زن و نه دوستی نامهربانم مرا کافته یافتن نتوانند. جامعه و شادت نامم کجاست؟ وای بوستان جان برای عوض کردن گرفتم. خیر با آدم بی‌صاحب شناسنامه چی لازم؟ ای برادر خاک پایت توتیا گر تو ما را دوست می‌داری بیا. اعتقادی ما و تو در زندگی است. بعد مردن خوابیام و خانه یا ای آقا خدا همه این گفته هایتان را اجرا میکنم. من همه اجرا نکنم کجا رفتی؟ مرگی کن ای گوش کن یکی کلامگری هست مگر نکنم همینگم حالا کارو من کار خرابیارو بیمزگی رو بکن کارو میگه برکه را میفرستانی و زود پگاه به دست من میرسانی. تو خدالا در میمانخانه برایم جایگاه انداختم. دو لوله بالش را میمانی و از بالایشان سال سفید میکنی. در را قلف میکنی. یک کس را با آنجا در آمدن نمیمانی تا آمدنی پسرانم. تمام دیگه را خبر کن. فهمیدی؟ من باشم. منم. در پای همین کف دیدی نمیشود. همیشه پنهان میشوم. اگر به یگام کس یک کلمه گپ زنی کلی بینیم در این دنیای بی‌وفا ما هم قدر و قیمت کار نمی‌کنیم. ای مولانا دوستم یک فکر کن این کارت خوب نیست. خوب نیست؟ تو با از سر کردی ها؟ آخر من دروغ گفتن نمیتوانم. من چی کار کنم؟ گفتم که یک کلمه گپ از دهانت نبرد شد. اکنون برو کوچه خانه سر کن. همه جا باید چون آینه جلات کرد. عوض تو بزنت توی که آمده به خودمانه یارن کرد. خوب عوض میگم که مادر جلیس محرمون در بیمارخانه خوابیده است. سه روز شد یه رفته خبر گرفتن در کارش گفتی؟ رفتم خوری خوب بشو اینه چی خوری خوب؟ زنک تو این بیگاه از همون آشای تعریفیت تیار کردم من پیش از مردنم همراه عوض جان چند تا معیشت کنم. چی گفتی عوض؟ آره این گفت دیگه مرگی کاره برادر خواهی مادر خدا عمری همین مرده که یک رگ مرا دراز صحت سلامت بالای سری فرزند ها بمونه. خدا جان به فرزندانمان انصاف را عطا نما. آمین.
تو چی برکه جنازه بیان میکنی؟ خب اومدم امروز نفقه‌اش رو آورده دادم خودم. آدمیزاد همین بود است. آورده رئیس؟ چی رو؟ نفقه رو. آوردم. نفقه مرا چی؟ میاریم آمدکه. میاره. همین نفقه مرا هم روز جنازه هم نبیارید شون. این مدیر آمدکه این دو مرده شما باشید از نفقه گپ میزنید. راست میگویم. ای من مرده پول چی داشتی؟ فکر زنده ها را باید کرد، زنده ها را. عوض گور سوخته ای من در این مرده خوابیدم و باید در همین نفقه وزکه سرانی استامالان رو خبر کرده دیوانه خبر کردم پگاهی بر وقت برخیه فرستادم. صاحب مرده تنها خودم رئیس. وزکه این کس نماینده این لاهیه چی در پست خواهشی داره انا با همین کس عرض کنید. اگر پسران رحمتی بیان خودشون همه کار رو حل و فصل بکنن رئیس. خدا رحمتی دوستم بسیار آدمی دورنده شد. کفانیش رو بر وقت تیار کردم ماندگی. همین با مرده دیگر چند روز؟ احمد شما نفهمیده چرا؟ تا مولانویچ از ولایت زنگ زدم رئیس ناحیه مرا دعوت کرده گفتم پدری یکی از راهبران ولایت وفات کرده است این کاری سهل نیست و مرا به اینجا روان نمودم برای در سطح عالی گذراندن این معرکه من جوابگرم خیلی جوابگر باشید خوب است دادرم خیلی چکار بکنیم موفقی بود که عادتمون میشویم جنازه میکنیم میگرونیم تمام بس اما شما چقدر جدی بودن این معرکه رو درک نکرده اید از ولایت مهمانانی با نفوذ تشریف میارم آنها را باید در سطح بلند پیشواز گرفته و گسل کردن لازم اینجا گپ بالای آبروی ناحیه میرود آبروی ناحیه برای همین زود مصلحت کنید من از پس کارهایم شوم زود باشید شما خودتان در این کارها اصلا نمیشود که هم تکلیف ها از جانب شما شوند. دادرم میبینم که شما بسیار بچه با عقل مینماید بسیار معلومات عالی دارید البته همجا و خواندگی منم وابسته به همین یک کشتی ها دارم همین یک تکلیفی من همین مهمان های بسیار مهم ها از ولایت همه نمیشود که همین از همین کسی فرهنگ چی های دعوت کنیم همین با کرنه سرنای پیش بگیریم نیچید سنده زکا مگر حالا وقتی از اون شوکه گفته های راهبر رو اجرا کردم نکن اما چرا شما نمیفهمید من باید سپاریش را اجرا کنم رئیس حاضر از ناحیه
ماشین های آبپاشی می آید. راه قشلاق را تا جایی که منفرش است آب می پاشه. در گوشه برای مهمانان ولایت میز و کرسی آماده می سازم. آنها را من خودم شخصا پیشواز میگیرم. گفتگی بریم از طلبخانه ناحیه آشپزها را دعوت میکنیم تا اینکه برای مهمانان ولایت خوراکی گرم و بارزد آماده کنم. آن طرفش را خودی شمایان بینید. درست مادرم. همه گفتم لیکن چی لیکن؟ کرسی های مکتب فرسوده شدن. اینو جای اختر در کن. آسوده باشه. آن طرفش را من خودم حل میکنم. کاشکی دادر جام کاشکی. محترم مرده یک را بیرون برو. اینا جنازه به معرکه درنگ و درنگ مبادل گشته رفتو. توبه این همه در زندگیت بیکردن نمیشود. تو از شادی یک گلکف شده نمونه عایب شدی دستم عایب شدی. اینها را به حولی آمده کن. گوسفندها رو در همانجا کشته دگو. زودتر از پس کش. رضا جان آمدی بچه؟ سلام علیکم امک. چه این بندگی ده؟ برادرم آمدن امک. نه تو یکم شده آمدی غیرت کردی بچه. غیرت کردی. مادرم کجاست؟ وای چیزا یانگا؟ آ یانگا یک گرون برایت به سونجان آمد. اوچا جان از پدر هم محروم شده اوچا. وای پدر جانمه وای مهربانمه وای پدر. اوچا او پدرم صحت و سلامت بودن که با ما خبر ندادیم که بیمار شدن. اوچا پدرم پیش از دفعتشون چیزی نگفتم. اوچا جان چرا خاموشه گل فقط اوچا. اما کی آمد؟ بستان جان بیشترم. وای در سری بالین پدرت من بودم بچه و مادرت رو اذیت ندی و همه وصیتش رو با من کرد رحمتی. وای مادرت به این هم غم و غصه‌اش خیلی بسیار باشه. میدونه عاشق خورده بود. وای مولان امید و ارمان در دلم ماند امک. بستان جان اومدی ناز کردی بستان بیلا کندن شد. پدرت خودمی خوب بودن دیلا حجایتون جان. مردن پدر برای هر یک فرزند میراث است برادر. دادرم پدر خودتون زنده و سلامت. سلامت چی بود؟ البته پرسیدم ده از همین نصیحت‌هایتان من خیلی خلاصه کردم که شما علاقه یک چند پدر گورکیون کردن. راچنا لیچیت سنده. ها در چونی تو نمونده. امان پدرم رو یک دیدم. بستان جان جان امان وای پدرت وصیت کرد پیش از مرگش گفت که مرا در همون میمانخانه جای کنیتون تا هر سه میسرم نهایت در اومد برای هیچ کس نکشا گفت. جان امک جان تا یک بارکه پدرم رو بینم آسمان به زمین آمده نمیچربد. همین جانم رو گیر من روزیم لیکن اگر من این وصیت کرد و قسم داد آخیر. بستان جان اگر وصیت پدر چونین باشد کمی صبر کن. خوجایی همه خوبه اوکی. گوسفندا گوشت و کوز دگ در جور هنگ و هنگ لطه پیچ. بستان جان چیخل هنگ و هنگ چیخل لطه پیچ قانونی تنظیم چی میشود؟ رئیس همش هست رئیس. هنگ و هنگ
پیچ هنگو خون لطا پیچ شوری یگون کمبودیه باشد خودت نظارت کن خاطر نشد خوجه همه کار رو اوکی می شود رئیس اکرم با مردم همه جمع شدن آواز نبروریم خوب نمیشود و زد مرده گریه کنند هم بودم که باز مردم عیب نکند من این کس نماینده ناحیه همین کس چیزی که گویم تمام تا آمدن سلطان مولانویچ صبر میکنیم خودشان که آمدن دستور میدیم شما چیزی که گوید شطورا گفتیم غمزه کن پولیزا ویران کرد و رفت دادرم چی برای گراندن این مرده هم دستور لازم اینجا مرده خوابیده است همون سلطان در اون جای خودش رو بند هوای هم خود زاده این مادر است ما نمو همون عرفادات خودم رو با جا بیاریم مستقام شما هیچ چیز رو نمیفهمه نه چی تک در ما سوباردیناتسیا گفتنی گفا هست سوباردیناتسیا و اون رو باید رعایت کرد понятно دادرم با رعایت کردن همون وای سپردیناتسیا مگر مرده زنده میشود شما همون سپردیناتسیاتون رو رعایت کنید مالت ما همون عرفادات خودمان رو با جا آوریم بس حدث السلام علیکم و علیکم السلام خانه بوستان مولان همینه همین و من بوستان مولان میشناسم بوستان جان پیش خودم سلطان مولان شما السلام علیکم بوستان مولانویچ این من مرسیاگو شمودن فرستاده بوده شوری انا من آمدم بسیار کاری خوب کرد خواهر یک خدمت اکا جون من به خدمت آمدم تنها اول یک مسئله رو حل میکردیم کدام است حق خدمت این طرفش فکر نکرد خواهر من شما رو راضی میکنم اکا جون حسابی دوستان با پول جان میگویم مبادا شما با مرده آواره شوید منو از یاد براری چی خفا نشوید اکا جون چندین بارهای چنین شده بود خواهر جان شما به من باور ندارید او من یک سوداگر کوچگی نکو کروپنی بیزنسمن کروپنی بیزنسمن کی باشه 5000 اکا کیفویه اکا جون 5000 اکا جون من از روی انصاف کار میکنم روزی دراز آواز بلند کردم مرده کسی را آباد کردم این کاری آسان است از توی هم وزن‌تر است چنان آواز برآوردن لازم که مردم همه به گریه در ایسا کوتاه 3,500 شما راضی؟ اکا جون راضی خندت ازم بچیم از همون کودکی معلوم بود که بیزنسمان میشوی تنها به خاطر شما خواهر جان همین که من اشاره کردم شما فرق میکنید خوب اکا جون مایده خرید که از یاد برارم اکا جون من از شهر تاکسی گیرا کرده آمدم راننده در بیرون انتظار 1,500 دیگر میداده باز دلش دور نرود او زنکی ایاری این بیزنسمان گوساله کرد کو حیفی 5000 حیفی 5000 تشکر اکا جون بوستان جان ما با رئیس مطلب کردیم مردم همه جمع شدن همین که خاموش میستیم او آواز بگوادن نبیایی حالا وقت هست مسئله قبل چی شد؟ وای به همش میشود من بوستان جان آمد ساعتهای 11 وای میبراید همون سمالیات دوستان جان برای تو وقتا وای سلطان کتی طرف گلستان هم رسیده میآید نصیب کرده باشد اگه ساعتهای 2 مرده میبروریم آدم فرستادن لازم کاری نشود که شرمنده شوی سراسمه در رئیس این همون خبرگن محله همون همراه شاگردانش در توی بریگادیر مور درک نوشیده است همین مال پخبیلش کند وای بعد پخبیل باید ترکتیر میشه من خودم سال 11 نزد آدم میفرستم
همین 1 ساعت به کنده آماده میکنم چرا همه کار اوکی یگان پرابلم است هنگو وقتا پیچ بچه چک کنید از شوریک برای همین تو رو دوست میدارم اما اون مردم همه جمع شد آواز برآوردن در جا چی؟ آواز نبرارم نمیشه زیاد جمع شده است چی؟ آواز؟ نه من رخصت نمیدهم سلطان مولانوی اندوگی شدنشان ممکن دادرم پدرش که مرده باشد چی باید بعد خرسه شود البته اندوگی می شود شما همون سردانتون رابرتون اجتزا شوید باید بود همون کارو بارو عادتهای خودمان نه вот за это безобразие я не отвечаю من هم تاجر دکتر جان آواز ببرید بچه آواز ببرید وای مولان وای مولان برکن درد دلم را به کی میگویم مولان دیدارها در قیامت هستند وای مولان سوز نمیام دکتر جان سوز نمیام بچه وای پدر جانم وای پدر جان وای پدر میشنوی مولان میشنوی میشنم وای پدر جان وای پدر جان وای پدر وای پدر منو پرتوفته رفتید پدر جان منو سگه نکرده رفتید پدر جان وای پدر وای پدر کی باشد اینقدر بالا میگید حسن جان این پدردوزگار کی؟ دادر خوردیت دیمی؟ اما این جوان شاگردم شوری بچه خوب وای پدر وای پدر وای پدر وای پدر وای پدر جان وای پدر جان وای پدر وای پدر وای پدر شوری سرا تو همین استاد مولاد رو پیشتر بشناسی ای رحمت پدر خوجینا دیرم برای مردنه برای خوجین شوری بای شوری بای همین پدری خودش زنده می زنده اولیایی خاندانم وای پدر وای پدر وای پدر خیلی میگه چه میکنم گه اما ای بیزار کرده اون کار خید نکنه البته آب می شود برای 5000 منم آب میکردم کی بسازد گمانم وای مولان جان مولان وای مولان
خواهرم ایمایا کلام رسفردن ها ما رو هم دوان بالای تکا ببرن وای مرگ کارت همینم کار شده وای پدر جانمه وای مهربانمه پدر بزرگ جان بچه نیلوتر بسیار آب نکن آمای نماینده گفت که مردن پدر برای هر فرزند میراث بود بچه برای خودت بسیار آمر جان با گپ‌های پدرم گوش نکردم های داره تست آمده خبر نگیریم تمام این قدر به پروایی کردم امک امید و ارمان در دلم موند امک ارمان بدین نگیر گستان جان این دنیا یک معجزه های دارد که همش در پیش خدا را وای پدری مهربانم وای پدری جان دوستارم وای پدر جان پدر اکا خاموش نیسته آواز برای پیش مردم خاموش نیسته پدر جان بره چگونه آواز من شخصی مسئولم اکا خانمندی کلان هم که باشه یک دو بار پدر جان بره وای پدر جان وای پدر جان وای پدر و کمتر بلندتر و مردم شنوه وای پدر جان وای پدر جان خاموشی را رعایت کنید برقیه فوری میخوانم محترم سلطان مولانا خبری وفات برمحل پدر بزرگوارتان همه مایان را به اندازه اندوهگین نمود و شما و نزدیکانتان صبر جمیل خواهانید همدردی به پایانی ما را قبول فرمایید با احترام همکارانتان از حکومت ولایت مولا شنیدی؟ مرگی برمحل بوده است او حفظالهاش بگیرفتی برمحل بشود ریشت نیزم من به تو نگفته بودم که در این کارها سراسیمگی خوب نیست انا کن همدردی به پایان شما قبول فرما همدردی هم به پایان نشده است مرگی کارده همین قدر مردم را سرسان و سرگردان کردی اگه آرام شدیمی خنک شد می آواز انا سلطان جانم آمد من پسرانم سرجم شدند اکنون مورم هم علم نمی کند شاید همی قدرش بس بوده کیسته نه تو ما رو قسم دادی اکنون مرده فاقت بکنی فاقت نکن از یک طرفی جمع شدن بعد ما نشسته مصلحت بکنیم که
تو رو زنده کنیم یا دوان بالای تپه بریم تو چه مردن رو آسان گمان کنی قسم دادی و مرگی کارد ایدی تو یک روی آمد آشو پدرم رو بدیدم سلطان جان بچه پدرت پیش از من گشت وصیت کرد گفت که برادرم خدا جای کنید و درش را قلف کن گفت تو هر سه پسران نایان درون نکشا گفت وصیت کرد بچه اکا اما کم درست میگم آخرین خواهش پدرم باید ایجا شود بله بچه بله برادرم دوستان برابر آمدگیست شاعران مردمی بپولند از رفیقانم خواهش کردم که با هواپیما شینانده گسل کنم همین لحظه ها رسیدم بیاید محترم سلطان میبخشید مرحمت سلطان شینید من نماینده حکومت ناحیه من همه تدبیرها را برای در سطح بلند گذراندن این معرکه اجرا کردم راه قشلاق را آبپاشی کردم میز و کرسی آورده برای مهمانان ولایت جای آماده نمودم اما مرحمت پورترت را هم آماده کردم میخواستم یک چند مسئله را با شما مصلحت کنم در بالای قبل یک میتینگ چه خودکش میگذارونید بعد از میتینگی بالای قبل گلچنبرها گذاشته میشوند من همه معلمه های مکتب رو سفربر کردم در میتینگ کی سخنرانی میکنند چگونه میتینگ چی خیلی گلچنبر و سخنرانی میتینگی بالای قبل گلچنبر سخنرانی لازم نیست نه گلچنبر و نه سخنرانی پدرم یک مردی عادی زحمتکش بودم یک عمر ما را با زحمت حلال با نان حلال کلام کردم هیچ چیز لازم نیست سلطان مولاویچ معرکه چی میشود من جوابگرم آخیر شما را از جوابگری آزاد کردم برای چی گویم سلطان برای گوید که معرکه در سطح عالی گذشت خوب شده است سلطان مولاویچ جاست براف کنشتن نه سلطان مولاویچ چیزی که شما گوید تمام میشود هر راغب بسرم بگردم من با تو فخر میکنم سلطانم فخر اصلا همه این را برام نازک‌تر میشدم و من چی؟ معرکه در سطح عالی گذاشته مینویسم فردا میخواد چه خیلی خواهد بلوندن وای پدر جانمه شاعر پیسا وای سرودی خدا جانمه آی دوستان نعمت الله پدر میگویم اکا جون به پدرم چی شد اکا جون Usto jom padaram dar kujoya. Aka jom ho padaram dar kujoya. پدرم را از دست دادیم دوستو Voy mehrubonam padar. Voy soyabonam padar. سلطان جان Voy kimnagoham padar. در گردن شد بچه اما که وقت تو بیاولینا اول کرسیت نکردم پدر خبر گیریت نآمدم پدر مرا سرسال و سرگردان کردی پدر کتاب اولینم را نخوانده رفتید پدر خانده نظام باشه ما شاعر نه شاعر ای آواز من با قدر همی خیر فرزندان میرسیدم این ناشکری میکنم ناشکری مزده ای بابا همه این حوا همکون گوش کن دخترک گلی صد رسیده آمد وای پدر جان وای پدر مهربانم جان پدر اینا کسانم وای پدر جون در وسطتون شعرم یاد نکردم شعر می نویسم پدر داستان می نویسم پدر آخه جان وای خواهر جون پدرم پدرم خدا دستم اکنون با پیسه یکی را میگیرم آخه جان وای پدر جانمه در وقتی زیده بوده و تا نیت
ناگوار گذاشتم من میبرم کجا میبروی محترم مردشی تو را دیده با تبرگم نشود چیز من حالا آماده کنم آخر دیرم میکافد فشارم بلند شد باز درکت مرده نمارم اما گوش کن و یک پیشنهاد دارم همین قدر این آدم جمع شده است این یک جنازه با دبدبه و قدر شخصیت‌های معروف و معتبر همه اینها رو باری دیگر سرگرم کردن چی بود؟ همه خود باری نفس دیگر بار نفس شود گرم شوخی خودو شود یه حاضر اگر مرده مانم تا قیامت عالم در دلت میماند تو سر چون اینم نیزه نداشت شد دکتر لازم نه خدمتگو همه از دست دادم ای مردم سلطان جان دوستان معجزه این نیست هم در جهان بفهمه و دوستی من پدر شما استاد مولا زنده برازدش در آمدم بینم چشمانش شده از جایش خیست با من گپ هم زد ایستاده یک باره زده در روی تا شما رو دیدم تحقیقات شده باز مرده نشده برای من خودم میفرم شما آماده باشید چجور؟ هزاران گرشود امروز شمایان را سرجم میبینم ولی صد افسوس که خبر جنازه پدرتان باعثی سرجم شدنتان گشت از این میبراید که شمایان دفعه دیگر روز جنازه من سرجم میشود ای برادر خاک پایت توتیا در شما را دوست نداری بیا اعتقادی ما و تو در زندگی بعد مردن خواه بیایی خواه نیایی ها ای گرم سزد مولان برو بدندان از همه اومدن آواز دستت دیر پاهایم میلرزم تو نامردی نکن در حقیقت باز مرده مرا شرمنده نکنی شده تو بلاستی خودت رو آواز جان مرا ببخش تو را هم در عذاب موندم از گناهم گذشت ای هرچی بود گذشته سلامات نفخم را آورده ها در روزهای نیک سلامت باش تو هم عمری دراز بید محترم سلطان مولانویچ شما را با مناسبت از نو زنده شدن پدرتان از صدق دل تبریک و مبارکباد میگویم این خبر خوش را به راهبریت برده میرسانم مبارک شود اولیاها میتوانند از دست زنده شوند شما اولیا بودید احمد جان گنگا جان اجازه دید شوهرتان را زیارت کنم درست گفتی دخترم مولان اولیا فرشته فقط همین پر و بالش نمیرسند آقا جان از اون در حقیقت دانستن که تو درستی صادق و قیامتی هم هست وای پدری جون درستم وای پدری گهوار سازم وای پدر شوری پدرم زنده پدر جان وای پدر جان بچه نازی
توجه از اول سرور معرکه شما بود این طرف باشم مکنون به اختیار شما دسترخوان میکشیم این طرفش اکنون توی توی باشد توی در باشه چی لاد؟ نه لیکن من یک شرط دارم شرط همین که همین خدا رحمتی شادروان پیش از معرکه اگر یک دعای خیر نکند پگاه جنازه ایم پروردگارا شوخی که چنین فرزندانت باید فرموده شکر چنین همسر مهربانم خادانه شکر دوست عزیزم عوض خان شکر آبادی و آسودگی بیار یا پروردگار گناه های مرا ببخش و همه در اینجا بودگان و فرزندانم عمر دراز و با برکت عطا فرما آمین خدا سلام و احترام بی پایان حضور همه شما را در این تالار بسیار هم زیبا و بسیار هم با هوا که با تشخص سرور کشورمان بنیاد شده است و یکی از کاخ بسیار پر افتخار است که از دوران صاحب سلاله ما گواهی می‌دهد و پیش از همه جوانان بسیار ارجمند و گرامی را با آنکه این شب روزها روز جوانان کشور است هفته جوانان کشور است صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم ما جوانان بسیار افتخار میکنیم که در یک موضع یک منطقه بسیار هم زیبا و با هوا و بیشناسا مهمان هستیم سفر هنری داریم و هر روز و هر لحظه صمیمیت، محبت، احترام، مهمان نوازی خاصه یک بسیار هم پاکیزگی و صافدلی و مهربانی های اتحاد را احساس میکنیم و همیشه همینطور بود. برای همین این بلجوان یک کشوری است که با رادمردان و با پهلوانان و با چقدر شخصیت های خودش معروف است. وقتی ما امروز آمدیم آقای راهبر گروه همان مفتلا دولتزاده یک باره قدر صمیمیت و اخلاص و هواداری را احساس کردیم. برنامه ما با نمایش مسکوی بعد مورد خواه بیای خواهنیای درامنویس تاجیک تبار ازبکستان خرسند خالقov با کارگردانی سرکارگردان تئاتر همان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سلطان عثمانوف تهیه شده است و در این نمایش هنرپیشگان خلقی جمهوری تاجیکستان سعادت بانو عزیزова Asalbek Nazırıyev هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان محمدی میرزا علیyev شرف یابی مدال خدمت شایسته
صلاح‌الدین شکرزاده، همینطور شرفمند مدال خدمت شایسته سهراب اگم نظرزاده، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان گلمیره احرارزاد، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان امید سبحانعلی، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان طلب‌مابانو النظرова، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شهرزاد نیازی، اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان ریزا یوسفی، اعلاچی فرهنگ تاجیکستان هنرمند مردمی تاجیکستان راوی خوشبیان آرتیز کابل. بسیار هم سپاسگزار هستیم و تا جایی که ما اطلاع داریم از ریاست مقامات اجرایی ناحیه بلجوان سابق رئیس ناحیه اگر خواهش بکنه بیایم این خواهر شو نازنین ما تأثیرات خودشان را از این نمایش که طوری که اگر شما با یک برداشت داشته باشید یعنی جنبه‌های تربیوی نمایش در موضوع پاس داشتن قدر و قیمت پدر و مادر، قدر و قیمت پیوندان و اینجا دیگر موضوعهای بسیار مهم روز در این نمایش تجسم یافتند. خب رئیس تأثیرات و اندیشه‌های خود را ابراز داشته باشند. ما خوش آمدید. البته در هر یک واقعی‌ها به همه ساحه‌های خواجگی خلق اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دقت مخصوص می‌دهد، اما در همه گفتارهای خود فرهنگ را هسته ملت می‌گوید. در حقیقت در کجایی که کارمند فرهنگ است همه وقت دست به دعا دارد که در همه خاندان توی باشد و بینید که مرده را نیز به توی تبدیل می‌دهند. همه شما مهمانان عزیزمند و آن ستاره‌های صنعت تاجیکستان که امروز در ناحیه کهن و از نوبنیاد بلجوان مهمان ما هستید، از نام کل مردم شرفمند ناحیه بلجوان از بس که امروز بر دوش دارم وظیفه رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه بلجوان را از نام اعضایان و جانبداران حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان شما را خیر مقدم می‌گویم. از بس که امروز رئیس محترم سفرزاده بختیار غنی در سفر کاری هستند، می‌توانم که از نام آن کس همه شما را برای قدم رنجه کردنتان در ناحیه خوشباد و هوا زیبا منظر بلجوان بار دیگر خوش آمدید میگویم. در همه در زمان تمامی چاره‌بینی‌ها و کارهای ساختمانی که در عرفه‌های جشن‌های 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بعد از صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان که چقدر دوره‌های وزنی بودند، بینید که برنامه‌هایی که اهل ایجاد هنر تهیه می‌کردند و مردم را به صلح و سعادت تکلیف می‌نمودند. این پیش از همه هنری والای شما هنرمندان عزیز هستی برای گلشکوفی تاجیکستان همه وقت زحمت می‌کشید. زحمت شما آسان نیست. البته ساختمانچی اگر ساختمان کرد در نگاه همه میتابد که ساختمانچی چنین یک قصر بنیاد کرد، اما معنویت مردم را بلند برداشتن البته وظیفه جانی شما است که امروز ها نسبتی در صحنه چگونه صحنه بازی کردن و چگونه ترغیب لباسی تاجیکی ملی را به دیگر نواحی جمهوری حتی بیرون از آن معرفی کردن نیز بر دوش شما است که این زحمت آسان است و بار دیگر برای قدم رنجه کردنتان و امروز قدم‌های نیک شما در این کاخ زیبای ما فیض و برکت آوردن برای تربیت نسل نورس
برای چگونه پدر و مادر و حرمت احترام کردن سالهای سال این نقش شما در خاطر آنها نقش میگذارد و همه وقت سربلند تنصیحت خانه آباد باشید و خوشی‌های زندگی همسفر حیاتتان باشد. دائما مردم میهمان ناحیه بلجیکان باشید، چون در ناحیه بلجیکان دروازه دارد در نه، همه وقت مهمان را انتظار است. برادران و خواهران آفرین برای مهر اخلاص و صمیمیت و برای سخنهای بسیار مهر سپاسگزار هستیم. برای هنرمند از این پاداش نیک، از این پاداش بلند بودن میتواند و باز هم جوانان کشور و صمیمانه شادباش بگم که ما در چهره شما، در نگاه های شما آینده درخشان و شکوفان این کشور و این ملت را میبینیم. بهار و کامرانی با تو زیبد، نشاط و زندگانی با تو زیبد. جوانی کن که امروز خوشی های جوانی با تو زیبد. سلامت باشید، همیشه کامیاب و موفق باشید عزیزان. نمونده نه نشانی نه